شاید باورت نشه ولی ممکنه همین حالا هم فرصت‌های شغلی زیادی رو از دست داده باشی اگه هنوز مهارت حل مسئله رو بلد نیستی. جالبه بدونی که طبق یه تحقیق علمی منتشر شده در سال 2023 محققا با تحلیل آگهی‌های استخدامی 19,000 سازمان متوجه شدن که مهمترین مهارت‌های مورد نیاز آینده کاری مهارت‌های نرم محسوب میشن، به ویژه مهارت حل مسئله یا problem solving. یعنی فقط بلد بودن یک کار دیگه کافی نیستش، تو باید بتونی فکر کنی، راه حل بدی و تصمیم بگیری. حالا توی این ویدیو قراره با هم دیگه ببینیم که چطوری میتونیم از هوش مصنوعی کمک بگیریم برای اینکه مسائل و مشکلاتی که ممکنه توی حرفه یا زندگی شخصیمون باشون مواجه میشیم رو حل کنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش. تو مرحله اول وارد سایت هوش مصنوعی جمینای میشیم. اون قسمت چت بیت جمینای رو کلیک میکنین، بعد گزینه ساین این که اون بالا سمت راست وجود داره رو میزنین و با ایمیلتون عضو میشین. بعد از عضو شدن اون قسمت بالا سمت چت ورژنای مختلفی که برای پاسخگویی به شما وجود داره تو جمینای رو نشون میده که من دونینگ پرو رو انتخاب کردم که جوابای حرفه‌ای تری رو بهم بده. حالا توی اون قسمت باکس پایین که قسمت چت هستش شما پرامپت مد نظرتون رو وارد میکنین و جمینای میاد به پرامپت شما پاسخ میده. اینجا من میخوام اون مسئله یا مشکلی که واقعا توی زندگی خودم وجود داره رو بنویسم، یعنی این تجربه واقعی خودم بود که دارم الان با شما به اشتراک میذارم و به عنوان مثال بهتون میخوام نشونش بدم. من اینجا مینویسم که سلام، من یه فریلنسر هستم و اگرچه همیشه در حال کار هستم ولی همش وقت کمی‌ام و نمیتونم به برنامه‌هام برسم. شما همینقدر راحت میتونین اون مسئله و مشکل مد نظرتون رو بنویسین، انگار که دارین با دوستتون صحبت میکنین. حالا میخوام بهم کمک کنی که متوجه بشم مشکل کار از کجاست. حالا آخر این پرامپت هم میتونین باز خودتون هم اضافه کنین که اگه سوالی هم نیازه ازم بپرس تا به جواب برسین. ولی من اینو ننوشتم ولی خودشون سوالاتو از ما میپرسه. خلاصه در جواب میاد دلایل این مسئله رو بررسی میکنه و برای هر دلیل یه سری سوالات میپرسه. من میام به اون سوالات پاسخ میدم و با توجه به پاسخهایی که من میدم اون مشکلی که واقعا وجود داره برای این مسئله که من باش مواجه شدم رو پیدا میکنه، نتیجه رو به من میگه. خب توی این مرحله شما باید کاملا با حوصله وقت بذارید و مسئله رو بیان کنید براش. تمام اون جزئیات ریزی که توی اون مسئله باش برخورد کردین رو بنویسین. شما هر چقدر جزئیات بیشتری واضح‌تر و شفاف‌تر بیان کنین مسائل رو، باعث میشه که اون بهتر بتونه راهنماییتون کنه و نتیجه گیری بهتری داشته باشه. حالا جوابی که به من داد، به چند تا نتیجه رسیدیم. 5-6 تا علت پیدا شد برای این مسئله من که توی پرامپت بعدی ازش میخواین که حالا این نتیجه گیری که کردیم رو به انگلیسی عنوان انگلیسیشون رو برای من بنویس. حالا توی مرحله بعدی باید وارد سایت هوش مصنوعی نوتبوک LM بشید. وقتی که این سایت رو میزنین، اینجا ترای نوتبوک LM رو میزنین، با ایمیل خودتون بهش کانکت میشین و وقتی که کانکت شدین اینجا اون چت های قبلیتون رو بهتون نشون میده. توی این صفحه اگه قبلا چتی داشته باشین و اما هم اگه نداشته باشین که create new رو میزنین که صفحه چت جدید رو ایجاد کنین. بعد از اینکه اینو زدین این صفحه میاد. این صفحه رو میتونین ضبط در بزنین که صفحه کلیش رو بهتون نشون بدم. چه این صفحه‌ایه توی سایت نوتبوک که وارد بشین. فقط اون گزینه‌ای که الان من میگم نمیخواد فکر کنین چقدر پیچیده است. فقط گزینه‌ای که بهتون میگم و مرحله به مرحله با من انجام بدید. گزینه دیسکاور رو میزنیم. ما الان علت هایی که باعث شده اون مسئله یا مشکل برای من ایجاد بشه رو به نتیجه رسیدیم، فهمیدیم. اوکی، حالا ما قراره توی این مرحله منابعی که مرتبط هست با اون نتیجه‌ای که به دست آوردیم رو پیدا کنیم. پس من یکی یکی اون 6 موردی که بهم جمینای گفت رو میام اینجا کپی میکنم، کپی پیست میکنم. نوتبوک میتونه منابعی که میخواید رو خودش بگرده براتون پیدا کنه. من مثلا مینویسم که YouTube tutorials about، حالا اون
عنوان مد نظرم اینجا کپی پیست میکنم. خب برای هر 6 تا مورد این کارو تکرار میکنم، چون میخوام اون منابعی که پیدا میکنه از داخل یوتیوب باشه. برای اون حالا مشکل من، مسئله من، مثلا اگه برای کمالگرایی یا پرفکشنیسم هستش، بیاد اون ویدیوهای یوتیوبی که برای از بین بردن این پرفکشنیسم یا همون کمالگرایی وجود داره رو برای من پیدا کنه. برای یکی یکی اون نتیجه‌ای که به دست آوردم این کارو من انجام میدم و گزینه سابمیت رو میزنم. علاوه بر منابع یوتیوبی شما میتونید برای مثال بنویسین PDF بوکس. خب PDF منابعی به صورت کتاب اگه وجود داره برای اون موضوع مد نظر شما رو پیدا کنه. حالا من اینجا فیلم‌های یوتیوبی رو در نظر داشتم. شما میتونید PDF بوکس بنویسین، میتونید مثلا اکادمیک پیپرز بنویسین که مقالات علمی رو بیاد براتون پیدا کنه. هر منبعی که مد نظرتون هست رو بزنید، اینجا میگرده براتون پیدا میکنه و گزینه سابمیت رو میزنین و انجام میشه. پس هر بار گزینه دیسکاور رو میزنین و این کار رو انجام میدین. به طور کلی 50 تا لیمیتی که وجود داره، اون محدودیت منابعی که وجود داره 50 عدد هستش. اگر خودتون خواستین منبعی رو اضافه کنین، گزینه اد رو میتونین کلیک کنین و منبعی رو از سیستم خودتون وارد کنین. اما اگه دیدین یه منبعی اینجا نتونست وارد بشه، اون سه نقطه کنارش که وجود داره رو کلیک کنین، گزینه ریموو سورس رو که بزنین، اون منابعی که وارد نمیشه رو اینطوری پاک کنین. و وقتی که این کار کردین، تمام منابع وارد شد، حالا چیکار میکنین؟ قرار نیست ما خودمون بشیم این 50 تا منبع رو نگاه کنیم، معنی کنیم. قرار چیکار کنیم؟ از خود این نوتبوک بخوایم برای ما همه این منابع رو بررسی کنه، یه نقشه راه یادگیری برای این مسئله مد نظرمون بده. خیلی راحت خودش میاد همه اینا رو نگاه میکنه، بررسی میکنه، تحلیل میکنه و متناسب با اون چیزی که من میخوام یه نقشه راه میده. حالا قبل از اون میخوام بهتون نشون بدم گزینه مایند مپی که اینجا وجود داره روش کلیک کنید. متناسب با اون منابعی که اینجا پیدا کردیم این مایند مپ رو میسازه. روی هر کدوم از این گزینه‌هاش که کلیک کنین میتونین یکی یکی زیرشاخه‌هاش رو ببینین و روی هر گزینه کلیک کنین میتونین توضیحات مربوط به اون گزینه رو توی این قسمت ببینید. اگه خواستین به فارسی معنی کنین، برای معنی کردنشون من سایت چت جی پی تی رو شخصا ترجیح میدم، چون چت جی پی تی خیلی روون‌تر و قابل فهم‌تر براتون میتونه معنی کنه. بعد میرین اون قسمت پایین گزینه کپی داره. کپی رو که بزنین میتونین برین داخل سایت چت جی پی تی بشین و بهش بگین که این متن رو به فارسی روون و قابل فهم برای من معنی کن و این کار برای شما انجام میده. حتی میتونید از این مایند مپی که برای شما درست کرده اون بالا فایل PNG این مایند مپ رو برای خودتون دانلود کنین و عکسش رو داشته باشین با خودتون. توی مرحله بعد پرامپت بعدی که می نویسیم help to design a set of learning module. خب در مورد about، حالا اینجا about که میگیم همه اون نتیجه‌ای که به دست آورده بودیم توی جمینای به صورت عنوان انگلیسی گفتیم بهمون بده، یعنی همه اون عنوانا رو کنار هم دیگه اینجا کپی پیست می‌کنیم. در واقع میگیم که برای این مسائلی که من باهاش الان روبرو هستم، برای حل اینا میاد یه نقشه راهی رو به شما میده. همه این منابع رو میاد خودش بررسی میکنه، تحلیل میکنه و متناسب با اون نیاز شما یه نقشه راه رو درست میکنه. الان نقشه راهی که برای من داده 6 مرحله داره، 6 بخش داره که برای اون 6 تا نیاز من هستش. برای هر کدوم گفته که من چیکار کنم. دیدین چقدر راحت ما تونستیم 50 تا منبع که مرتبط با نیاز ما هست رو بدیم به این هوش مصنوعی، خودش تحلیل کنه، بررسی کنه و حالا به ما بگه که اوکی تو چی کار میتونی بکنی. خب فکر کن خودتون میخواستین این کار رو انجام بدین، چقدر تایم میبرد ازتون، چقدر طول میکشید حالا این منابع انگلیسی رو به فارسی معنی کنین، چقدر طول میکشید تحلیلشون کنین، بفهمینشون. این مثل یک منتور مثل به شما اینو گفتش. و توی این پرامپت حتما بنویسین که without any citations یا don't include any citations. چرا؟ چون اون استنادات رو هی داخلش شماره بندی میکنه، میذاره که من اولین اشتباه رو کردم نگفتم و دوباره ازش خواستم. یه چیز دیگه این که اون جوابهایی رو که میخواین سیو بشه براتون که دوباره هر موقع وارد این سایت شدین بهش دسترسی داشته باشین، اون پایین سیو تو نوت رو کلیک میکنین و سمت راست اینجا صفحهش براتون سیو میشه و هر موقع روش کلیک کنین دوباره بهتون نشون داده میشه. اما
گزینه کپی هم داره که میتونین اینو کپی کنین و برای خودتون داشته باشین. حالا دوباره این متن رو اگه خواستین به فارسی داشته باشین میبرین داخل چت جی پی تی، میگین که اینو برای من به فارسی روون و قابل فهم معنی کن، کامل بهتون توضیح میده. حالا یه قسمت جذاب دیگه ای که میتونیم از این سایت استفاده کنیم برای این قضیه این هستش که قسمت سمت راست اون بالا یه بخشی داره آدیو. توی این قسمت چیکار میکنه؟ اگه گزینه جنریت رو که بزنیم برای این 50 منبعی که من اینجا جمع کردم یه مکالمه 2 نفره درست میکنه. خیلی طبیعی 2 نفر دارن با همدیگه مکالمه انگلیسی انجام میدن، اما در رابطه با همین مسئله‌ای که ما باهاش روبرو هستیم از این 50 تا منبع. شما میتونین یه پادکست آموزشی اینطوری برای خودتون داشته باشین. حتی برای تقویت زبان انگلیسیتونم عالیه. اما شما برای اینکه به متن این پادکست دسترسی داشته باشین بهتون میگم چیکار کنین. وقتی که این فایل آماده شد این گزینه رو که بزنین میتونین لینکش رو شیر کنین، کپی کنین و شیر کنین هر جایی که میخواین و اون 3 نقطه رو که بزنین میتونین دانلودش کنین، این فایل رو برای خودتون داشته باشین، این پادکست رو برای خودتون داشته باشین. بعد برای اینکه به متن کاملش دسترسی داشته باشین وارد سایت گوگل ای آی استودیو میشیم. اینجا هم مثل بقیه سایت ها باید با ایمیل خودتون وارد بشین. همونطور که میبینین این قسمت سمت راست خودش داره از ورژن جمنای 2.5 پرو استفاده میکنه و ما روی اون گزینه قرار میدیم. حالا اینجا فایل پادکستی رو که گرفته بودیم دانلود کردیم آپلود میکنیم. وقتی که آپلود کردیم ازش میخوایم که ترانسکریپت کاملش رو برای من بنویسه و اون میاد متن کامل این پادکست رو، چون این یه مکالمه 2 نفره بود، هر تایم که هر شخص صحبت کرده بود رو تایم به تایم به من نشون میده. شما میتونین این ترانسکریپت یا این متن پادکست رو هم کپی کنین و برای خودتون داشته باشین. خواستین به این پادکست گوش کنین متنش رو هم داشته باشین و نگاه کنین. راستی من میدونم که الان تو شرایطی هستیم که هزینه دوره ها و کلاس ها بسیار بالا هستش و حالا اگه تو میخوای یه مهارتی رو بدون رفتن به کلاس یا دوره یاد بگیری، من یه ویدیو برات درست کردم که توی اون بهت نشون دادم چطوری میتونی از هوش مصنوعی کمک بگیری که برای خودت یه برنامه خودآموز که اصولی هم هستش با استفاده از منابع علمی معتبر برای خودت درست کنی و یه دوره آموزشی در واقع برای خودت درست میکنی. پس فرصت رو از دست ندم و این ویدیو کلیک کن.